سلام بچه چطوری پارس هستم خوش اومدید به یه ویدیو جدید بچه امروز اومدیم بریم دوال یعنی دو به علاوه ال اونم با کی آقای سامان کسی که قدیمی ماه و باش چیز یعنی باش ویدیوهای زیادی گرفتیم به ادوارد مخصوصا اول امروز اومدیم یه دوال بریم ببینیم کی قوی تره ایران یا ایران آره باشه قرار است پارسا بریم سریعتاً بریم لایک کنید چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید و دیسکورد و این سمیاتون نره بله خیلی نوبی. قربونت خواهیم دید برو بریم سراغ ویدیو آقا قراره دو دست به فاید اول بریم که مشخص کنه که کی وینر ماه و آقا سامان ببینم که چیکار میکنی در برابر ابهت من مثلا من ابهتم انقدر زیاده قوت فقط تو لخ بودن بود. آقا برنامه درست کنی ما رو محمد چرا دمیج افتادی؟ نمیخوری خوردی مثل اینکه خب ببینید دوستان عزیز من دوباره از شیدر کشیدم بیرون من نمیخوام شیدر بزنم تو بدواز دوباره سرور لگش زیاد نیست. نه بابا اصلا لگ نیست لگ مال بچه هاست همه مازم بلاکت کنم. بیافت دیگه باشه به نظرم از لحاظ فلسفی من TNT نیاز داشتم اینجا چون ناکبک بردی ناراحت شدم توقع اینو نداشتم. من خودم توقع نداشتم از اینکه توقع داشته باشم خودم توقع نداشتم از سری بزنم. what the fuck چرا هیچی بهم نخور هیچی بهت نخور خورد من نیفتم. آخه عمو یک سوسیس مجانی برای شما کجا رفتی؟ مطمئنی؟ 100% حاجی چرا نصف حلاکی هیتای من به نمیخوره وای 2 تا لایک شو بود اشتباهی حواسم نبود اشتباهی وای اشتباهی با مثل آخر یه دست داشتم روز میزد دادم اشکال نداره دست عیب بعد نداره. عیب نداره پیر میشیم یادمون میره تو پی وی در من قوی تری یهو دید من زدی. سلام عمو جون آخرین لحظه زیر تو کردی. چرا هیت نمیخوری ای وای اچ پی چنده؟ اشون کمه خیلی کمه من واسه مهم نیست فقط میخوام بزنم. میخوای وایسام اچ پی پرشه و این اینجا آدم حیفی نمیدونم خوش بود. وای بس دیگه. باش اوکی میریم یه مچ باختیم این مچ ایشالله نه میتونم میکنم ببینید اگه دیدیم این مچ هم نت همراه نکرد. نت اگه یاری کنه ما میتونیم نت اگه یاری نکنه میریم ایشالله سرور دیگه. آره آفرین چیزی خوبی پارسا من حواسم نبود یا بیبی چرا اونور میری خب اصلا اینقدر بدم میاد از اینکه اونور میرم میخوام بندازم به هر قیمتی که شده میخواد منو بده نه تو رو خدا نگه دارم به من بگو. آخه بابا ناکبک این بخوردم تمرین و پرکتیس همینه دادش. آره TNT شانه رو بتوای اصل بدواد اصلا به TNTه داشت این بت فایت اسمش کلا دارم ولی خب اگه بد نداشت نمیشد بدواد ببین من میتونیم بلاکینگ کنیم مثلا به جای TNT استفاده کردم خودی خوبه خود بدوارد دیگه همون بدوارد. آره دیگه این همون بدواردیه که بدوارد میدونی اما مپش یه ذره کوچولو. آره مرسی اتفاقا بهتر هم هست به نظر چرا آره بهترشون سریعتر تموم میشه. سلام بیا عمو جون به نظر من از سوسیس از کالباس بهتر نیست لگستر خیلی لگه هایی خیلی لگه من میبینم چطور تو انقدر داری خوب بازی میکنی تو لگ باشی باید بد بازی میگم تو الان طبیعتا به باید نظر بد دارم بازی خوب کنی. بازی میکنم عالی داری بازی میکنی. به نظر من خیلی دارم چه حرکتی چرا نمیخوری؟ آقا این سرور خرابه. سرور کلا همه چیش خرابه 14 تا هیت بزنم هم نخوردی. دست قبل دقیقا من همین بودم بیا پایین جرات داری وای اشتباه کردم.
دلیل این دل تنگی اوکی این دست رو باختم مطمئنی؟ 100%. خدا خب جای بلاکاش خیلی بد. ببین مساوی شد. الان وای من سوم خوب نیست. تصمیم گرفتیم مساوی باشیم، یعنی الان مساوی شد و این الان ما سوم خوب نیست. ما شروع نمی کنیم، یعنی تموم نمی کنیم، چون آخرش باید با باکسینگ تموم کنیم. خب نه فایوالاش خوب. آره فایوال بد نیست، اگه پینگت خوب باشه فایوالش بد نیست. بوی داشتم میفتونم. اسکیپ نده اسکیپ نده، هر کی اسکیپ بده، هر کی اسکیپ بده. دلیل این دل بیا چشم دلیل این دل نامردی خدافز دهن تو سریز زنده زنده ای؟ منو آره کجایی؟ به تو چه دیدی نکن سرکن بده بکشنم، الان بیام جونم خیلی کمه خودم میکشم. بکش 4 بودش توش میومدی با این ناکپکت میتونستم بکنم این میموردم دیگه. نیومدم پایین چون میدونستم میومدم پایین میدادم. نه میموردم چون یه هیت میدادی میمورد. خوبه ببینید 4 بودم. من الان دیفندم بدم که برم خداحافظ. دیفند منظورم همون چیزایی که خراب شده بود. مگه بدوارز اینجا به هر حال اون اندستونا رو باید بذارم سر جاش دیگه. با بلد نیستی پارس. آره مردی؟ ایوه نه داشت زنده موندم دارم با آفتاب بالانس آلفا بالانس. پارس زبان چه خبر پارس؟ سلامتی شما چه خبر؟ برو خب منم پشت سرش افتادم. این رقابت تنگاتنگ ها احساس کنم نه تنگاتنگ نیست خیلی قرار طولانی بشه چون فایت داریم نمیدیم گشاده فایت کویشه داری فایت داریم نمیدیم خداحافظ. هم رفتی؟ بله هر کی بود کن فایت نکرد اینه باید بدونست اوجی همزمان من نمیتونم برم TNT ندارم TNT دارم فقط TNT ندارم TNT دارم فقط. آره اوکی من الان فعلا 1 2 3 وای ریدم بدونیم الان احتمالا این فایبر فایت رو ببازم. چرا؟ چون یه دونه عقبم. آره اگه فایت نمیدم سر راست اسکیپ میدم. آره چرا؟ نمیدونم بیا بسر بیا پایین بینم بابا. خیلی آدم خوبی هستی میدونستی؟ بدم دست بهش نخور. یه دست دویریج هم بیشتر نمیریم چون که دویریج خیلی طول میکشه. دویریج بله البته اگه مثل پارسا کسایی اسکیپ ندارم مثلا اگه کسایی مثل پارسا فقط اسکیپ ندارم دلغک من مگه اسکیپ میدم؟ چرا علکی داری بد میذاری خون نمیری بمیری دیگه. ای دو بودی خیلی شانس دلیل چه فاربال من نگرفت. اگه انشالله ما بیایم اونجا ما رو فاربال بارون نکنی برو بابا دمت هم بیا هر کی بزنه من هر کی بزنه سک دهنه مودی تو که زن نهری شاید داره آقا شورم تیندی جام بزن بایت کن خوره تو بزنم ایچ پی ندارم چه آدم فایت میزن بگو فایربال هم گریف آفاین لحظه نگیره ای بابا من انتظار داشتم تو منو خیلی بزنی ولی انگار من دارم تو رو میزنم.
فعلا برابریم و احتمالا من ازت جلوترم. خبر داری که جلوتری مطمئنی؟ ایده اوه کامبو گرفته بودم بود HP 8 بود. سلام هر موقع میای اینجا بابا میگی بابا اه آخه اه راه آلم ببخشید پارسای سگ بشوید. من مردم آخه TNT باشم جان بزنم بدتر مردم. بیا سلام اگه بیا فارمال بیا نزنی خوشحال میشم خوش بپسر خوش بپسر خوش بپسر خوش بپسر ای او اوه بده تو زدم ای من برای بابا من کافی بود من مردم بیا آخه بردی این دست. به به مساوی شدیم اینم همه شده مساوی میشیم. ولی هنوز من یه دونه جلوم سر سومو علیله این دلته من تو بیس میمونم تا بیا. حله الان میام بخورم اگه خورده شدی کامنت بذار علیله سلام اینم کامنت. عجب کامنت معناداری بود HP چرا از 16 کمه؟ من اشون 8 هشت وای چرا نیستی پیشم؟ میخوای بیام پیشه بیا بیس خودت دیگه بیا هر کی دارم نه. میام چرا نمیای چرا میترسی؟ دارم میام چرا نمیای بیا دیگه. اگه TNT های اینجا درست کار کنه میام نه ترس بابا بیا. بلاک نرم بیام خب آخه اونو نگاه. من بلاک بندازم اینجا بلاک ببرش میخوای نمیتونم بندازم بیام بلاک میخوای بندازم واسه آخه کرم داری رسمم بود حرکتت وای فاچی ماکواکی دادی وای آخه چی شد چرا انقدر چرا هم لگه آره دیگه چون بیشتر میشیم خب آقا میریم برای یک دست قدرتمند دبیریج عجب بابا نمیتونم جای بلاکاش خیلی بده. بابا این سوراخ چی بود اونجا سوراخ زیاد داره. آج این چی منفی سلام نکن مرتی کرد زنده ای؟ نه بگو مردی دیگه بگو مردی. مردم وای اصلا متحولی شدم جلو روز هم داری با من با بو حرف میزنی متحول دیگه چیه؟ نمیدونم خودم این تو با من بحث نکن. آخه سلام نرسید سلام ای بابا سوراخ داره آدم این سوراخ هم آره خیلی سوراخ های گنده ای داره همیشه این سوراخ هم مشکل داشته همه هم داره. من که فلج مغزی هم فلج اطفالی داره. اطفال که ای اسکیب رو اسک اوکی اما این تو پی من زیاد شانس دارم تو پی دارم بهتر بعد یا اسکیپ بدم یا باید تش فایت کنم یا میبرم قدرت بابا بو نزن من نزن چیه ضعیفم آجی بوی من کو بوی تو نیست بوی من کو بوی من نیست دستم کو فندک نیست بیا دیگه بابا یعنی تو سویس اوکی ببینم میتونیم یه دونه بین مشتی بگیریم از این یا نه بگو مردی دیگه وای سوراخ نه زنده بودم سوراخ از سوراخ مردم اون ای سوراخ هم مردی دیگه
ما یه دست باید ببینید بریم. بله بله بله. دیگه نه افتادی. مرسی. ای بابا داشتم سیم. سیب میخوری؟ چی میخوری؟ نگو زنده ای. زنده. نه سیم نخور سیم نخور چشم. سیم نخور. سوراخ بکنم. من زنده ما. من حالا آخه. ما این سوراخ هایی نرفتم که بیاد. الان من رفتم. زحمت شد. خیلی زحمت شد اصلا. زدم تا وسط هم موندم من نرفتم. بله بله. به خدا دارم راست میگم. آخه نه من رفته بودم. آی خیر. سلام. بی شور خر. برو پایین. نرفتی پایین؟ نه. اگه این سوراخ ها ما رو نه حالا من این زندگی برم میخوره. هرچی بدبختی میکشیم اصلا این سوراخ. واقعا چه سوراخ هایی که ما تو زندگی از دست ندادیم. سوراخ هایی که از دست دادیم. آره همون از دست دادیم راست میگی. میتونستیم ازش استفاده کنیم این نکردیم. پینگت انقدر خوبه میخوام باش آفتاب بالانس بزنم. دیگه من خودش پینگ تو افتضاحه. میگه همه بده. بمیری دیگه الان دیگه تو باید بمیری من نباید بمیرم. من مردم. گاوی. مرسی. وای خرشانس اسکیپ همه رو اسکیپ میدم. کلا نه اینکه مثلا تو همه رو الان فایت دادی زدی. آره دیگه. آره. دومی که باید فایت دادم زدم. خیلی هم قشنگ فایت دادم دمت گرم. نه موقعی که نبودم. چون نمیاد بالا. چون بالا سر فتونده است. ماشاءالله موفق و معید باشید. نمردی؟ زنده ای؟ حاجی پشیمام. سلام. وای حاجی اگه نمی افتادم زنده نبودی. اصولی کنم گفتم مردم دیدم داری برمیگردی سعی رفتم. من اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. سیبم خوردی بازم زدم. مثلا سیب نخوردم. چی شد؟ چی شد؟ آریا من تو حک آریام دیگه آره 100%. آریا اومده که ببینه من دارم تو روبیکا با تو رکورد میکنم یا نه. 100%. اومده نگاه کنه من نمیدونم من تو گوگل میتیم. حتی تو گوگل میت هم به من اینوایت داده. اینوایت داده این بیاد بچه اینوایت داده بیاد تو چقدر وایس. حسوده. اینوایت داده بیاد تو وایس. نمیخواد بکن. الان میریم. خیلی نمونده. وای آری وای با چی دارم میگم. نکن جان من نزن جان من مرسی. مرسی چیه؟ سلام. من چرا خودم همراهت میفتم؟ بابا تو ناتبک چطوری هم آغاز قوی زاده. سیب نخور. دلیل این دل تنگم ای تو. با دلیل یا انگار تنگی اون یکی دیگه است. انگار تو ماشین گوش دادم دیگه اصلا انقدر حفظش کرد. مردی؟ سلام. نمردی. نرو تو. بابا یه دست حساسی شد. من یه ایده دارم. ایده خوبه. ایدم اینه که نما کن الان بذاری این دستو من ببرم خب که من بهش تو میبری باکسینگو خب باکسینگو 100% تو میبری نکن باکسینگو 100% تو میبری به خاطر همین بذار این دستو من ببرم دست بعد تو ببر دیدی؟ صندلی رو هم من گرو باید بریم چی؟ به ادوارز وان سلام آقای لگ خالص. لگ خالص توی یه دقیقه پینگتو نها کنم من اصلا پینگ از کجا میخوای نها کنی؟ پینگ پینگ من چند 108 پینگ تو هم 108 درست. پینگ من 68 ولی اوکی بشه. پینگ من 58. سلام علیکم آقای بیا ببینم چی تو جنده داری. راه نده مثل آدم پلی بده.
اوکی. طوری که دارم هیچ میزنم خیلی عجیب غریبه. خیلی شهر عجیبیه. خب الان من عقبم یه جلو هم نه فعلا جلو. ببین داداش از لحاظ فلسفی از زمان صفوی ما به ماه رفتیم خب از لحاظ غیر فلسفی هم بازم به ماه میریم. من به نظرم فردا باید بریم هلند. 100%. چه رفتی؟ بریم هلند پیش ویرجیل فندایک. باش چیز حاجی وقتی میگم فندایک یاد چی میفته؟ یاد کدوم کلمه فندک. فارسی میفته؟ فندک کو؟ آخه چطور تو دستت میرسه من دستم نمیرسه؟ به راحتی. مثل چرا شاید جلو میمدی داره منو میزنی. برای من باگ خورد همیشه یا خود آها هم درست شد نمیدونم. واه الان درست شد. هنوزم جلو هم هنوزم جلوی من نزدم تو. چه جالب. هل چرا بالا میری خود چرا نمیپری؟ من مسخره بازی دارم میرم. مثل آدم پلی بده داداش. من تا الان داشتم چیکار میکردم؟ ای بابا نرو ران نده. آجی سوال تو با حسنی فایت دادی؟ تو با حسنی فایت